میگه حجاب آقا به شما چه مربوطه؟ خودم رو بین خود اصلا من میخوام گناه کنم. خیلی خوب گناه کن. بین تو و خدا یه رابطه است، بین تو و مردم جامعه یه رابطه، دو تا رابطه است. یکی میگه من میخوام مواد بزنم، بزن تا بمیری. کسی هم نباید بیا یواشکی تو خونت ببینه تو چیکار داری میکنی. اما میگه من میخوام بیام تو خیابون مواد بزنم، میخوام به دیگرانم عرضه کنم. حق نداری، چون اینجا دیگه میخوای به بقیه هم صدمه بزنی. آیا من میخوام یه خانمی یا آقایی بگه من میخوام برهنه باشم، بیام به خودم مربوطه. بله یه بودش به تو مربوطه، بین تو و خداست. گناه میکنی، نتیجهش خواهید دید، در آخرت خواهید دید. من آخرت رو قبول ندارم، خب نداشته باش، آخرت تو رو قبول داره. بعد میری میبینی، میگه اصلا میخوام برم جهنم. میگه خب برو به جهنم که میخوای بری جهنم. چرا میخوای جامعه رو جهنمی کنی؟ چرا میخوای بقیه هم با خودت ببری جهنم؟ چرا میخوای خانواده‌های دیگر رو متلاشی کنی؟ خودت میخوای بری جهنم، چرا جامعه رو فاسد میکنی؟ این مگه جامعه فاسد میشه؟ بله وقتی که برهنه میای بیرون، نیمه برهنه وقتی آرایش میکنی میای بیرون، فضای عمومی جامعه رو داری یک فضای جنسی میکنی. تو باید برای مردی آرایش کنی و برهنه بشی که با تو پیمان عشق بسته، به تو وفاداره، نه با هر کسی تو خیابون.